درود بر دوستان خوبم، امیدوارم هر جا هستین آقا حالتون خوب باشه. آقا ویدیوی امروز درباره اینه که سبک بازیکنای ای فوتبال دقیقاً چی هستن. مثلا میگم استایل ذاتیشون که داخل بازی هستش و بازیکن‌ها از طریق اون بازی میکنن، در چه محیطی چه سبکی، حالا هر جوره میریم و میبینیم. خب اولین سبک من میخوام از مهاجما شروع کنم. مهاجم اولین سبکش گلپوچرها بازیکنایی هستن که اینا تو حمله اضاف میشن، عقب میان توپ میگیرن یا به سمت گوشه ها و کناره ها میزنن تا حدودی، یعنی تو کارهای ترکیبی حمله کلا شرکت میکنن اینجور بازیکنای بعدی سبک دامیرانر هستن. دامیرانرها اکثرا دفاع حریف رو به سمت خودشون میکشونن و اکثرا هم اینا پستای هجومی دارن، حالا یا اس اس یا سی اف. اینا بازیکنایی هستن که کلن در قسمت بخش هجومی هستن و تیم حریف و دفاع تیم حریف رو به سمت خودشون میکشونن و باعث میشن که فضاهای بیشتری برای بقیه بازیکن‌ها ایجاد بشه. سبک بعدی ما فاکس این د باکسه. فاکس این د باکس ها خود معنی فاکس این د باکس یعنی روباه در باکس میشه، ولی در واقع داخل بازی به این معناست که این بازیکن‌ها جوری وای میستن در محوطه جریمه که چی؟ که منتظرن توپ براشون بریزن، سانت کنن یا زمینی، بالاخره تو محوطه جریمه توپو بهشون برسونی. یعنی اینا بیرون از باکس خیلی کارایی ندارن، خیلی مهاجمای اکثرا کم پیش میاد که مهاجمای تیز باشن، سرعتی باشن و اینجور بازیکن‌ها اکثرا به همینجور که دارن بهتون میگم هد زنن یا کلا اینجور سبک ایستا هستن. مثلا دروگبا، آقا دیگه به شما بگم که یان کولر یا مثلا اینجور سبک بازیکن ها هستن. بازیکن بعدی سبک تارگتمن هستن. اینا بازیکن هدف هستن که اکثرا بازیکن ها اینا قدشون خیلی بلنده و هدای خیلی خوبی هم میزنن اکثرا، یعنی برای سانتر کشی و بالاخره ضربه از کنار رو قشنگ بریزید برایشون سر بزنه به ثابت تو گل، اینا دقیقاً کارشون همینه. سبک بعدی ما دیپ لاین فوروارد هستش. دیپ لاین فوروارد ها از مهاجم نوکتون که گل پوچر باشه یه ریزه میاد عقب‌تر و اینم بگم گل پوچرها بهترین سبک فوروارد از نظر من، چون تو کل کارهای ترکیبی حمله شرکت میکنن. خب دیپ لاین فوروارد داشتم توضیح میدادم براتون. دیپ لاین فوروارد بازیکنایی هستن که اکثرا از مهاجم گل پوچرتون اگر در کنار هم بازی بدین اینا یه ریزه یه کم عقب‌تر وای میسن و کلن تو سبک حمله‌ای و تو عمق زدن خوب وارد عمل میشن و اکثرا هم سعی میکنن تو عمق بزنن. سبک بعدی ما کریتیو پلی میکره. کریتیوا بازیکنایی هستن که دقیقاً حالا AMF یا SS یا هر سبکی که داره اینا همونجا پشت محوطه وای میستن، کم پیش میاد که تو عمق بزنند و اینا بازیکنایی هستن که بازی سازند، یعنی اصول پایه استایلشون بازی سازیه. بازیکن بعدی سبک بازیکن بعدی که داریم پرولیفیک وینگره. اینا از اسمشون که معلومه گوشه ها LWF، RWF، LMF، RMF کلا اینا سبکای گوشه ها رو بالای کناری هستن، تو عمق میزنن. خب اینا اکثرا تو عمق میزنن یا به خط میزنن، نفوذی هن دیگه، بالاخره سعی میکنن نفوذ بکنن. اینا همینجور دیگه سبکی هستن که کلا اکثر اینا سرعت بالایی دارن، خیلیاشون فینیشینگ ندارن، تموم کنندگی ندارن دیگه. آره این سبکی هن. سبک بعدی رومینگ فلنکه. رومینگ فلنکا اینا بیشتر برای بازیکنای پشت سی افتون، مهاجم مرکزیتون هستن، مهاجم نوکتون هستن. اینا بازیکنایی هستن که
سعی میکنن نفوذ کنند از وسط، از کنار، یعنی حالت مختلفی نداره. هر جا احساس کنن که آقا اونجا جاشونه میتونن بزنن داخل، عشقی علیارت همینجوری میزنن داخل. اینا چیز هم هستن اکثرا، این سبک بازیکن ها اکثرا دریبلینگ خیلی بالایی هم دارن. بازیکن بعدی کراس اسپشیالیسته. اینا سانترکش های تمیزی هستن. اینا اکثرا گوشه باید بازیشون بدی و یعنی LMF و RMF و LWF و RWF بازیشون میدی و اینا بسیار سانتوی خیلی با کیفیت خوبی میزنن. اینا اگر اینو با تارگت من ترکیب کنی یا با فاکس ترکیب کنی خیلی کارایی خوبی دارن. برای کسایی که نمیتونن رو زمین بازی کنن بکش کنار، سانت بکش و گل، همین. خب سبک بعدی که ما داریم کلاسیک نونتنه. کلاسیک نونتن ها اینا بازیکنایی هستن که دوست دارن آقا، اینا به نظر من یکی از بدترین سبکای بازی هم همینا هستن. اینا بازیکنایی هستن که دلشون بیشتر تو خط هافکن، اینو بهتون بگم. بعد مثلا اینا دوست دارن خودشون دریبل بزنن، خودشون تکی برن، فردی برن، مارادونا نمیدونم یا سبکای مثل مارادونا. اینا اکثرا بازیکنایی هستن داخل بازی که اینا کلاسیک نوتنن، یعنی شماره 10 که خودشون دوست دارن آقا یه نفر کارو در بیارن، کاری به بقیه تیم ندارن. سبک بعدی ما هول پلیر هستش. هول پلیرها بازیکنایی هستن که دقیقاً تو حمله اضاف میشن. اینو از خط هافک، حتی وینگرها، حتی مثلا مهاجم، حالا هر سبکی بعد بستگی به بازیکنش داره، بیشتر خط هافکن. اینا توپ که در موقعیت حمله تیمتون رو به حمله باشه سریع به عمق دفاع حریف میزنن، یعنی حتی بعضی وقتا میشه که از مهاجم نوکتون هم میزنن جلو. اینا قشنگ میزنن خط دفاع حریف و میشکافه میره جلو، یعنی ایستا نیست که بخواد به ایستا بازی کنه. مقابل همچین بازیکنان یعنی تقریبا میشه بی کریتیو هستن. کریتیو ایستا بازی میکنن، عقب‌تر وای میسن، بازی سازی میکنن، ولی این هول پلیر قشنگ میزنه تو عمق، سعی میکنه کارو براتون در بیاره. بازیکنای بعدی که یه استایل به نظر من بعضی از بازیکناشون اگر آمار کاملی داشته باشن، همه آمارا رو داشته باشن، خیلی خوب بازی میکنن. باکس تو باکس هستن. باکس تو باکس ها اینا بازیکنایی هستن که مرحله به مرحله به حمله اضاف میشن. خب به موقع میدونن کجا عقب وایسن، کجا تو حمله اضاف بشن، کجا از مهاجمتون جلو بزنن. اصلا خودشون میدونن اگر بالانس خوب، اگر فینیشینگ خوب، شوت خوب، اگر هم آمارای کلا آمارش بازیکن بالا باشه، این خیلی خوب بازی میکنن. این سبک بازیکن خیلی خوب بازی میکنن. بازیکنای سبک بعدی انکرمن هستن. انکرمن نمیدونم تلفظ درستش کدومه. اینا هافبک دفاعی هستن. DMF وای میستن و اصلا و ابدا تو حمله شرکت نمیکنن و تو کارهای دفاعی خیلی فعالن. اینا اکثرا رودری دیگه بهتون بگم بازیکن قلدری هستن، رایکارد، اینا بازیکنایی هستن که مثلا خیلی قلدرن، خیلی قوی عمل میکنن و اینا باعث میشن که مثلا جلوی خط دفاعتون رو کامل پوشش بدن. بازیکن سبک بعدی دسترویر هستن. دسترویرها اینا بیشتر دفاع CB یعنی دفاع مرکزی بازی میکنن و در بعضی از موارد حالا بیشتر LB و RB هم میتونیم بازیشون بدیم، ولی پیشنهاد من همون CB وسط و مرکزیه. DMF هم در بعضی موارد کمیاب یا مثلا بازیکن خاص DMF بازی میدین که اگر آمار خوبی داشته باشه و سبکشون هم بخوره دقیقاً خیلی کارهای قوی دارن داخل DMF. ولی در کل میشه بگی این بازیکن‌ها تو CB خیلی کارهای عالی و خوبی دارن. یعنی CB وای میستن موقعی که حریف داره بهتون حمله میکنه، اینا بازیکنایی هستن که اولین یعنی تکل یا خراب کردن توپ رو پای حریف میرن، یعنی کلا سعی میکنن در اولین مرحله برن رو پای حریف توپشو خراب کنن. خب این شکلیه، یعنی از دفاع کنده میشن سریع میرن رو پای حریف. بازیکن سبک بعدی اورچسترن. این اورچسترا من که خودم خیلی از اورچسترا نمیتونم بازی بگیرم. اورچسترا بیشتر هافکند و هافک
وسطن بیشتر، یعنی CMF هستن. بعضیشون DMF بازی میکنن، بعضیشون AMF بازی میکنن، حتی در موارد خیلی نایابی که کم پیدا میشه SS هم بازی میکنن. ولی بهترین حالتش این که اینا رو CMF بازی بدین، یا در موارد کمتر DMF بازی بدین. اینا اکثرا بازیکنان هستن که پاسایی با کیفیت خوب ارسال میکنن. اینا بازیکنی هستن که پاسای خوب و با کیفیتی ارسال میکنن و خیلی برای دفاع عقب نمیان، خیلی هم برای یعنی برای حمله جلو نمیرن، مگر اینکه اینا دیگه خیلی بالانس خیلی بالایی داشته باشن که عقب جلو بشن. ولی در کل بیشتر وسط میدون رو سعی میکنه پر کنه این بازیکن سبک بعدی بیلداپ هستن. بیلداپ ها بازیکنایی هستن که اینا دفاع مرکزی هستند، بازی سازی هم خوب میکنن، پاسای هوایی بلند هم در بعضی از موارد نمیشه بگید 70-80% بازیکناشون پاس خوبی هم دارن، پاسای هوایی بلند هم میتونین بریزین برای مهاجمتون، حالا یه گوشا کنار هرچی. اینا بازیکنایی هستن که موقعی که تیمتون تحت فشاره و حریف حمله میکنه اینا عقب وای میستند، خب میذارن بازیکن دیسترویر برن تو پاشون. و بیلداپ ها بازیکنی هستن که عقب وای میسن، کلا تو حملتون هم بازی سازی میکنن و همین دیگه. سبک بعدی اکسترا فرونتمنه. اکسترا فرونتمن ها بازیکنای دفاعی هستند، خب سی بی هن، اکثرا دفاع سی بی بازی میکنن. اینا در ضربات کورنر یا کلن مواردی که بازیکن احتمال سرزنی یا ایجاد موقعیت داره تو حمله اضافه میشن، یعنی سی بی تون رو ول میکنن میرن جلو. خب اینو باید در نظر داشته باشین که اگر تعداد دفاعاتون زیاد نیست، یعنی 4 دفاع بازی میکنین یا 3 دفاع بازی میکنین، پیشنهاد میکنم که این بازیکن‌ها رو بازی ندید، مگر که 5 دفاع بازی کنه. اگر 5 دفاع بازی میکنه اون بحثش فرق میکنه. 5 دفاع یکی از دفاعاتون رو میتونین اکسترا فرونتمن بذارین که تو حمله هم شرکت بکنن، که مثالش مثلا تو بازی تعدادی ما داریم، مثلا راموس یا فکر کنم آچربی بود مال اینتر، یا مثلا یه دفاع دیگه شون یه حضور ذهن الان ندارم، ولی کلا سبک بازی اینجور بازیکن‌ها به شکلی که تو حمله هم سعی میکنن اضافه بشن. سبک بعدی اتکینگ فول بکه. اتکینگ فول بک ها بازیکن‌های آر بی، ال بی، آر ام اف یا ال ام اف هستن که اینا کانالای کناری هستن که چی؟ که تو حملتون اضافه میشن. اگر سبک بازیتون جوریه که تعداد بازیکنای زیادی تو حمله میبرید و تعداد دفاعتون کمه، اینجور بازیکن‌ها رو سعی کنید کمتر بازی بدین. یعنی چی؟ یعنی موقعی که شما میرین تو حالت حمله هجوم میگیرین، اگه تعداد بازیکناتون خیلی زیاد باشه و نتونین توپو گل کنین، برگشتش خیلی خطرناک میشه. اینا بازیکن‌ها باید بالانس بالایی داشته باشن، سرعت خوبی داشته باشن که تو حمله اضافه شن، تو دفاع هم برگردن و خلاصه که اینا اتکینگ، یعنی حالت حمله‌ای دارن، بیشتر رو به هجومن تا رو به دفاع. سبک بعدی که ما داریم دفنسیو فول بک. دفنسیوا بازیکنایی هستن که اینا تو حمله اضافه نمیشن، آمار دفاعی بیشتری دارن، همون کانال کناری بودا که گفتم برای اتکینگ. این دفنسیوشه، یعنی همون حالت بازیکن‌ها برای کانال کناری و دفاعی هستن. یعنی چی؟ یعنی این بازیکن‌ها خیلی که چه عرض کنم، اصلا تو به هجوم اضافه نمیشند و آمارای دفاعی خوبی دارند، بهتر از اتکینگا. در بعضیشون خیلی سرعتای خوبی داریم، شتابای خوبی داریم، ولی در کل اینا دیگه هجومی نیستن. سبک بعدی که داریم فول بک فینیشر. فول بک فینیشر دقیقاً همون کانالای کناری آر بی، ال بی، آر ام اف، ال ام اف اینا سبکو بازی میکنن
فول بک فینیشرها بازیکنایی هستن که آقا کانال کناری که شما بازی میدین اینا میان پشت مهاجمتون، یعنی درسته کانال کناری هستن، در هجوم که اضافه میشن، خب در هجوم که اضافه میشن اینا حکم AMF یا در بعضی موارد SS دارن. یعنی چی؟ یعنی پشت مهاجمتون وای میسن، نمیرن به کنارها بزنن، بیشتر به پشت مهاجمتون میان و اینجور بازیکنان سرعتای خیلی خوبی دارن. خب بعضیشون فینیشینگ خوبی هم دارن، یعنی تمام کنندگی خوبی دارن و اینکه بازم اینا دیگه هجومی هستن دیگه، بازم هجومی هستن. سبک بعدی که ما داریم اتکینگ گلکیپره. اینا اتکینگ گلکیپرها برای دروازه‌بون هستن. دروازه‌بونا مثل این سبک میتونیم دقیقاً بگیم مانوئل نویر. یعنی چی؟ یعنی توپ وقتی میفته پشت دفاع اینا خودکار خودشون بیرون میان توپو دفع میکنن. خب توپو دفع میکنن و من اینجور بازیکن‌ها اکثرا یه ریزه نسبت به بقیه گلرها، یه ریزه سرعتشون یه ذره بالاتره یا مثلا آگاهی چیشون بالاتره، دفاعیشون آگاهی گل دروازه‌بانیشون بیشتره که به موقع مثلا سویچ کنن بیان بیرون و اینجور چیزا. سبک بعدی که داریم دفنسیو گلکیپره. دفنسیو اینا گلرایی هستن که دفاعی هستند. یعنی چی؟ یعنی مثال میگم توپ تو ضد حمله حریفه میفته پشت دفاعتون، اینا خودشون بیرون نمیان. خب خودشون بیرون نمیان و شما باید دستی بکشینشون بیرون، یعنی با دکمه های داخل بازی خودتون اینا رو بکشین بیرون و وگرنه بیرون نمیان. این گلرها بیشتر رو خط دروازه خوبن. اتکینگا گلرایی هستن که موقعی تک به تک و اینا خوب دست و پاشون بهتر بازی میکنن. خب و اینو باید شما در نظر داشته باشین. خب این هم یه ویدیو آموزشی دیگه بود که آقا براتون گرفتم که چی؟ که شما بدونین که آقا استایل بازیکن، سبک ذاتی خود بازیکن چی هستش، آقا دقیقاً چی کار میکنه، یا مثلا چجور حمله اضافه میشه، تو دفاع چی کار میکنه، چپ و راست چجوره دیگه. استایل خود ذاتی بازیکن رو من دیگه بهتون گفتم که در جریان باشید. و آقا یه تعداد ویدیو آموزشی دیگه داریم دیگه. اون تعداد ویدیو آموزشی که تموم بشه دیگه ویدیو آموزشی به آنچنان نخواهیم داشت. خب چون خودم خیلی سبک ویدیو آموزشی رو دوست ندارم. آقا هر کجا هستید موفق و پیروز باشید.